اون زمانی که برای بشر آمده بود، خب چگونه می آمد که قناعت بخش می بود حداقل برای بنده های جاهل، یعنی برای انسان های جاهل. خب در قدم اول جاهل خواندن اون انسان ها اشتباه است. چرا؟ چون انسان ها در اون زمان آنچنانی که ما جاهل میگیم نبودن. حالا سخن در کجاست؟ ببینید، مشکل اساسی این است که وظیفه قرآن چیست؟ قرآن چرا آمده برای بشر؟ قرآن برای هدایت بشر آمده. هدی للمتقین در اول سوره بقره در آیت چندم سوره آیت اول دوم سیوم را شما اگر بخوانید آمده ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، برای متقیان هدایت هست. ببینید برای جاهلان نیامده. قرآن ادعا میکنه که ما برای پرهیزگاران آمدیم. هموطن بزرگوار آقای دکتر توماس عزیز گفتم ما برای پرهیزگاران هستم، هدی للمتقین، هادی هستم برای پرهیزگاران. خب باید با کدام زبان این قرآن می آمد؟ وظیفه قرآن چی است؟ هدایت کردن بشر هست، هدایت کردن پرهیزگاران هست. خب بشر با چی آیات هدایت میشه؟ با آیات جنایی، با آیات بردهداری، با آیات قصاص، با آیات دست بریدن، با آیات کشتن مخالف، با آیات گرفتن زن و فرزند دیگران، کشتن انسانها. قرآن ناکام است در هدایت. قرآن نتانسته بشر را هدایت کنه. با هر زبانی که قرآن نوشته شده، امو زبان در امو زمان جرم بوده اعمال محمد. یک راز را در مورد قرآن ما براتان میگم. آقای توماس نازنین، مسلمانان فکر میکنن که قرآن را الله اراده کرده فرستاده. نه خیر، اشتباه میکنن. قرآن پس چی هست؟ چگونه آمده؟ آیه به آیه، بی نظم، آیه به آیه. سوره در مورد مریم است، میبره در مورد الیاس. سوره در مورد هارون است، میبره به طرف زن فرعون. سوره در مورد محمد است، میبره به طرف مریم. اینها بی نظمی های قرآن هستند. در یک سوره قمر 6 تا آیت تکرار میکنه الله. در یک سوره یک آیت را از 30 بار زیادتر تکرار میکنه. فبأی آلاء ربکما تکذبان. امین آیت را فبأی آلاء ربکما تکذبان را بسیار تکرار میکنه. در سوره رحمان، سوره رحمان را بخونید، یک مسخره بازی است اصلا. بهشت هاست، 2 تا بهشت است، 2 تا فلان است، باز گفته فبأی آلاء ربکما تکذبان. شما کدامین یک از نعمت های پروردگارتان را تکذیب میکنید؟ نیاز است در یک سوره 30 مرتبه بیاید یک آیت را تکرار کنه؟ چگونه بر بشر را هدایت میکنه؟ حالا نکته جالبی که در مورد قرآن، سوالی را که من خودم مطرح کردم، قرآن آیا به اراده الله آمده؟ نخیر. چگونه آمده؟ محمد کاری را انجام میده، بشر به محمد میاین میگن ببخشید، بشر به محمد میایه میگه چی؟ میگه توی کار را چرا انجام دادی؟ میگه من تاییدش از جانب الله میارم. آیت قرآن میآید. یعنی قرآن پاسخ به سوالات بشر هست، نه پاسخ، بلکه مولکشی محمد از جانب خودش به خاطر پرت کردن یا پنهان کردن جرم و جنایت و بدبختی و ترورهایش هست. یک مثال زنده برایتان من میزنم. محمد افرادی را چیکار میکنه که مرتد میشن، دین را ترک میکنن، اونها را سیخها را داغ میکنه، در چشمایشان فرو میکنه، بعد از او که دست و پایشان را میبره. خب مردم میبینن به طرف محمد این وحشت و دهشت را حیران میمونن. محمد مجبور میشه چیکار کنه؟ سوره مائده آیه 33 را بیاره. انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله. قطعا جزای کسانی که در برابر الله و رسولش میجنگن. و یسعون فی الارض فسادا، و در زمین سعی به فساد میکنن. واژه یسعون ای یقتلوا، باید به شدت کشته شوند، یعنی نباید عادی گردنشان را ببرین، اینا را باید عذاب کش کنین. یقتلوا تجدید داره. ای یقتلوا، یقتلوا هم نگفته، یعنی باید به شدت کشته شوند. محمد چیکار کرده بود؟ سیخ داغ کرده بود، در چشم دشمن خود فرو کرده بود، یعنی جنازه که افتیده بالای جنازه هم جنایت میکرده. مردم دیدن محمد این آیت را آورد که کار را خدا گفته. متوجه هستید؟ این به اراده خدا نامد، به اراده بشر آمد. محمد خواست جنایت خود را با این آیت پنهان کنه.
مثلا یک آیت دیگه، محمد وقتی یهود بنی نویر، کاروان محمد یهود بنی نویر را محاصره میکنه، یهود بنی نویر محاصره میشه، چیکار میکنن؟ تعدادی از مردها اینا فرار میکنن، تعدادشان را اسیر میگیرن، تعدادشان را میکشن، زنها و اولاد و مواشی اینها را میگیرن، انتقال میدن به خانه های خود، مسلمانان میبرن، از زن و فرزند و مال هر چی میمونه میبرن. درخت های خرما را نمیتونستن شانه کنن بیارن در محل خود غرس کنن. چیکار میکنن؟ محمد میگه درخت های خرمایشان را ببرید. ببینید، محمد میگه درخت خرمای یهود بنی نویر را ببرید. اصحاب محمد که افراد جان برکف محمد بودن میگن مگر ای پیامبر، مگر تو گفته بودی که من فساد نمیکنم؟ مگر نگفته بودی که فساد نمیکنم؟ بریدن درخت جنایت هست. محمد دیگه چی کار میکنه؟ میگه شما صبر کنین، این امر خدا بوده، جبرائیل به ما گفته. آیت 5 سوره حشر نازل میشه، اگر شما درخت یهود بنی نذیر را بریدین خوب کردین، این فرمان محمد نبود، فرمان من الله بود. متوجه شدین؟ محمد بد اخلاقی های خودش را، زشتی های خودش را، بدی های خودش را با آیت قرآن کور میکرده، پنهان میکرده، به شکلی که دست را بیاری محکم بسازی. یا محمد با عروس خود ازدواج، محمد میره خانه چی کسی؟ خانه زید ابن حارثه که فرزند خاله محمد بود. زن شوهردار در خانه تنها از شوهرش نیست، اون زمان طلاق نگرفته بود. محمد میره او را با لباس، معذرت خواهی میکنم از دوستان عزیز، با لباس سکسی میبینه، عاشقش میشه. میگه به نام اللهی که قلب ها را تغییر میده، به زن شوهرداری گبره میگه. خب وقتی محمد عاشق زن شوهردار میشه که زن فرزند خوانده محمد است، الله بازم چی کار میکنه؟ الله بازم میه برای محمد این زن را تقدیم میکنه. میبینین آیات قرآن به این شکل آمدن. آیات قرآن نیاز بشر نبوده، نیاز خود محمد بوده. آیات قرآن نیاز آلت تناسلی محمد بوده. آیات قرآن برای جنایت های محمد آمده که جنایت های محمد را کور کنه، پنهان کنه، بپوشانه. محمد کافر اصلی بوده، چرا؟ چون واقعیت را با آیات قرآن میپوشانده. کافر یعنی در باب دین کسی که میپوشانه واقعیت را. آیات قرآن توسط یک کافر به محمد داده میشه، نه توسط خدایی که اسلام واقعی را به مردم معرفی کنه. هموطن نازنینم آقای دکتر بزرگوار، حالا متوجه شدین که قرآن فرمایش محمد است، نه اراده الله. الله اراده نکرده به آیات قرآن. امیدوار هستم شنیده باشین جان برادر. حالا نیست